توی یه شب آروم یه دانشمند داشت به آسمون گوش میداد که یه سیگنال دریافت کرد. یه صدای واقعی، نه نویز بود نه اشتباه دستگاه. 72 ثانیه طول کشید و محو شد. اون لحظه اون دانشمند فقط یه چیز کنار داده‌هاش نوشت: واو. اما هنوزم بعد از این همه سال کسی نفهمید که چی بود و از کجا اومده بود. شاید اون سیگنال اولین تماس فضایی‌ها با ما بوده. توی این ویدیو قراره بریم سراغ داستان این سیگنال عجیب که همه دانشمندان رو حیرت زده کرد. یه شب معمولی تو دانشگاه اوهایو یه تلسکوپ بزرگ و ساده به اسم بیگ ایر داشت به آسمون گوش میداد. کارش این بود که هرچی موج رادیویی از فضا میاد رو ضبط کنه. هیچکس انتظار نداشت اتفاق خاصی بیفته. اما یه سیگنال فوق‌العاده قوی روی صفحه ظاهر شد. یه عدد بلند از داده‌ها. اما اونقدر خاص بود که مسئول اون شب، یعنی جری اهمن، وقتی دیدش با خودکار قرمز دورش خط کشید و کنار داده‌ها نوشت واو. همین یک کلمه شد اسم یکی از مرموزترین اتفاقهای تاریخ علم. اون سیگنال دقیقاً 72 ثانیه طول کشید. مثل یه تماس از یه شماره ناشناس که فقط یه بوق میزنه و قطع میکنه. از اون به بعد همه دنبال این بودن بفهمن کی زنگ زد. خب حالا بیایم یکم علمی‌تر نگاه کنیم. اون سیگنال روی فرکانس 1420 مگاهرتز بود. یعنی دقیقاً روی موجی که عنصر هیدروژن تو فضا ساطع میکنه. خب چرا مهمه؟ چون هیدروژن فراوان‌ترین عنصر جهانه. پس هر تمدنی که بخواد با بقیه ارتباط بگیره منطقی از همین موج استفاده کنه. در واقع خیلی از دانشمندا میگن اگه موجودات هوشمند وجود داشته باشن ممکنه از همین فرکانس برای فرستادن پیام استفاده کنن. حالا جالبه بدونین اون شب هیچ ماهواره، سفینه یا نویز زمینی دیگه در اون محدوده نبوده. یعنی سیگنال از یه جای اومده که واقعا ناشناخته بود. یه جای اون بالاتر از اعماق آسمون. بعد از اون شب صدها نفر دنبال منبعش گشتن. حتی ناسا. حتی رصدخونه‌های مختلف دنیا. ولی هیچ کدوم تکرار نشد. همون یه بار بود و رفت. یه عده گفتن شاید انعکاس سیگنال از ماهواره بوده. یه عده دیگه گفتن شاید یه پدیده طبیعی خاص یا نویز از زمین بوده. ولی هیچ کدوم از این فرضیه ها با داده ها جور در نیامد. سیگنال اونقدر تمیز و دقیق بود که محقق ها گفتن این سیگنال فراتر از درک ماست. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد. آیا واقعا اون یه پیام از بیگانگان بود؟ جوابش رو مستقیم بگم. ما هنوز مطمئن نیستیم ولی بی‌پایه هم نیست. سالها بعد یه گروه تحقیقاتی به اسم SETI دوباره داده ها رو بررسی کردن و فهمیدن سیگنال از سمت صورت فلکی کمان اومده. همون جایی که مرکز کهکشان ما قرار داره. اونجا چند تا ستاره هست که ممکنه سیاره‌هایی با شرایط مشابه زمین داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه اون سیگنال از یه تمدن دور اومده باشه. تمدنی که شاید هزاران سال از ما جلوتر بوده و شاید اون لحظه فقط یه پیام تستی فرستاده و همون یه بار شنیدیمش. ولی خب علم همیشه دنبال مدرک قطعی میگرد و هیچکس دیگه نتونست دوباره اون موج رو پیدا کنه. دوباره تئوری‌های مختلفی شکل گرفت. بعضیا گفتن شاید قضیه دنباله‌دار بوده. چون دنباله‌دارها هم گاهی وقتا نزدیک زمین میان، روی فرکانس 1420 مگاهرتز امواج ضعیف ساطع میکنه. این نظریه هم یه مشکل بزرگ داشت. سیگنال واو اونقدر قوی و منظم بود که هیچ دنباله‌داری نمیتونه اونجوری موج بده به امواج طبیعی. معمولاً پخش و نامنظمن. نه مثل یک سیگنال دقیق با شروع و پایان مشخص. حالا اگه از من بپرسی جوابش ترکیبیه. شاید یه موجود سبزرنگ با چشمای درشت اونور کهکشان نبوده، ولی همزمان نمیشه گفت فقط یه تصادف ساده بوده.
چون ما هنوزم نمیدونیم واقعا چی اون سیگنال رو فرستاد و همین ندونستن بزرگترین جذابیتشه. ببین، داستان سیگنال واو فقط یه معما نیست، یه تلنگره. یادآور اینه که ما تو این جهان عظیم یه نقطه کوچیکیم و شاید اون سیگنال یه نشونه بوده، یه لبخند از دل کهکشان، یه پیام ساده که میگه ما هم هستیم. حالا میخوای بدونی تهش چی شد؟ واقعیت اینه که تا امروز هیچ نشونه‌ای از تکرار اون سیگنال پیدا نشد و حالا بعد از تقریباً 50 سال اون یه خط قرمز که جری اهمن با خودکار روی داده ها کشید هنوز روی ذهن همه ما مونده. چون اون یه واژه، همون واو، شاید خلاصه کل حس بشر نسبت به فضا باشه. یه حس شگفتی، ترس و امید. خب حالا جواب نهایی چیه؟ آیا اون سیگنال از بیگانگان بود؟ شاید نه، شاید هم آره. ولی یه چیز قطعیه. اون سیگنال نشون داد ما هنوز تنها نیستیم. حداقل از نظر کنجکاوی. چون از همون روز هزاران نفر به آسمون گوش دادن تا صدایی رو پیدا کنن و هر بار تلسکوپ ها روشن میشن. انگار داریم میگیم اگه اون تماس دوباره اومد، این بار آماده ایم که جواب بدیم.